Selamlar, saygılar, sevgili dostlar. زایش دری 2. bölüm. شروع کردیم از جایی که انسان هوشمند یا به قولی هوموساپین شروع به حرکت در دنیا کرد. حدوداً بگیم 40,000 سال پیش که متولد شدن و به وجود آمدن انسان هوشمند یا هوموساپین رو تخمین میزنند. قبل اون نیاندرتال ها، کسانی که توانایی ایجاد ابزار یا هوش امروزی، ارتقا یا دستیابی به مواردی که انسان هوشمند، این هوشی که ما تعریف کردیم، هوش امروزی نداشت و بعد از حالا اتفاقاتی، چه اتفاقی میفته از نظر مذهبی نگاهی که بهش داریم، آیا همون حضرت آدم و پیدایش آدم نخستین و قدم گذاشتن در این جهان و تمام اینها زوایای مختلف نگاه به یک موضوع هستند. ما هیچ وقت موضوعات مختلف رو در تناقض با هم نداریم، فقط نمیتونیم لینک ها رو به هم ایجاد بکنیم و از این فرصت گهگاه استفاده میکنن تا ذهن‌شویی و خلط موارد خودشون رو فرو بکنن، کسانی که میخوان سوء استفاده بکنن از افکار مردم. حضرت آدم جایی که پا به این سیاره میذاره، به این خاک میذاره یا هر چیزی به این سرزمین میذاره، تا حالا بهش فکر کردین؟ ما اصلا سازگار نیست شرایطمون با این سیاره. همه موجودات میتونن زیر آفتاب دووم بیارن ولی ما به لباس تنمون کنیم. ما شرایطشو نداریم که در هوای سرد به حالت طبیعی، همون حالتی که مثلا یک حیوان، یک خرس قطبی در مثلا قطب میتونه دووم بیاره، ما نمیتونیم. چرا؟ شاید به خاطر همونه که این نگاه مذهبی بهمون میگه، یعنی از کتب قدیمی به شکل داستانوار. شاید ما متعلق به جای دیگری هستیم، شاید ما اینجا مهمونیم. حالا اون چیزی که روند علمی، نگاه روز انسان که خیلی کوتاه و محدوده بهش رسیده، اینجا رو میگه که آقا هوموساپین بودن 40,000 سال پیش، شروع به فکر کردند و ارتقاء خودشون، یعنی از اون حالت زندگی در غار که چند هزار سال به همون شکل در بخشی از طبیعت، یک حیوان در واقع که بعدم میشه حیوان ناطق شدن. این مسیری هست که ما داریم اون رو بررسی میکنیم. جایی که میاد به هوش میرسه، قابلیت تفکر پیدا میکنه، در مورد جهان پیرامون شروع به فکر کردن میکنه و دنیایی میسازه در ذهن خودش و برای اینکه این دستیابی رو، دستیافتها رو حفظ بکنه، نیاز حس میکنه به نوشتن، جایی نقاشی کردن روی دیوار غار، نقاشی هاش رو میکشه، ذهنش اون تفکری که داره که فکر میکنه مهمترین دستیافت حاصل زندگی خودشه اونجا نقش میکنه. و ما از اینجا میخوایم بیایم برسیم به دری، زبان. اصلا زبان، در جلسه قبل صحبت کردیم که چطور جغرافیا شکل رو به وجود میاره، حتی زبان رو مورد تحت تاثیر خودش قرار میده. پس جغرافیا خیلی مهمه. وقتی در مورد زبان ترکی حرف میزنیم باید جغرافیای ترک رو ببینیم. در قدیمی ترین منابع که حالا مثلا مستندترین کاشغارلو هست که میاد جغرافیای ترک رو تعریف میکنه، بلغارها، این سمت تبتی ها، میاد میرسه به جامعه سوداق، ترکان دو زبانه اونجا مطرح میکنه که یک زبان دارن، زبان دیگه ای که سر جاده ابریشم ازش استفاده میکنن. بعد در تاریخ میخونیم که این زبان بله توسط امپراتوری گوکتورک به استفاده گرفته شده و زبان دیوانی شده و این جرقه میخوره که زبان دری که در غزنوی مورد استفاده قرار گرفته همین کانسپت استفاده رو قبلا داشته. حالا برمیگردیم به همون اولین ها که ریشه ای درک بکنیم قضیه زبان اصلا چیه. در جلسه قبلی توضیح دادیم که چرا مثلا این آواز خوندن برای ما انسان ها خیلی چیز خفنیه. هر کسی که قشنگ آواز بخونه، بعد در روال پیشرفت آواز هر کسی که این ایجاد صدا رو بهتر و قشنگتر انجام بده مورد تحسین قرار میگیره. تو یک خارق‌العاده‌ای، تو یک
یک انسان هوش، این هوش رو میرسونه. یعنی در اون مراحل ابتدایی، چون ایجاد صدا، ببین در حالت اولیه گفتیم انسان اولیه که نمیتونسته صدا ایجاد بکنه، شاید اصلا ایجاد صدا اولین بار براش ترسناک بوده. خب بعد این شروع میکنه به تقلید، مثلا یه رعد و برق میزنه، شاکته، ildırım شاکته، نورش رو میبینه. یلدرم، یا از مصدر یا که یانماک اومده رسیده به یانار، انار رو شکل داده. بعد این انار اومده سر سفرمون، به جای خورشید نمادی از خورشید شده، چون یانماک داخلش هست، نمادی از یانماک هست. این یا میاد میرسه به یالتوز، ستاره رو شکل میده. یعنی در هر چیزی که ما نور داریم، مثل یالان، مثل یاخار، مثل حتی یاشام. ببینید یاشام خیلی کلمه خیلی قشنگیه. من حتی میتونم این رو به داخل قرمزی داخل گارپوز، هندوانه، که هندوانه به دلیل اینکه هند آوردیم اسمش بعدن شده هندوانه، ولی در همون جغرافیا و در کل جغرافیای ترک هم گارپوز، گارا به معنی بزرگ و بوز بو متشکل، گفتیم بو یکی از 3 کلمه برای آب هست که بو بوغ رو میسازه، بخار بو هار بخار رو میسازه، بوز رو میسازه. یعنی این بوز حالت سرهم شده آب هست، بوز. خب که یغا یخ رو هم ساخته بود، یعنی اینی که سرجم میشه. حالا اونجا یه مطلبی داشتیم که اینا با توجه به چیزی که جدیدن بهش رسیده، علم که گفته آقا وقتی آب یخ میزنه حجمش بیشتر میشه. اول این رو اومدن گفتن که پس نه، از یغا نیست، یخ از یغا نیست. و جهالتی به این شکل که به این فکر نمیکنه که این یغماخ اینجوری نیست که مثلا بگیم آقا این منقبض شده، یعنی یه جا جمع شده. در خود گارپوز هم اینو میبینیم، گارا بزرگ که تبدیل ق به خ، خار رو ساخته، خر رو ساخته، خرگوش، گوشهای بزرگ که خود گو هم گفتیم گولاخ از گو منشعب شده. خرگوش، هر چیزی که با خر به معنی و مفهوم بزرگ ساخته میشه از همین گارا هست. گارا، خارا، خ و ق تغییر بینشون هست. شاید امروز دارم اینو میگم، شاید این یک حالت دیگه است، چون در ترکی ما با اندکی تغییر مثلا به این فکر میکنیم که بله اینجا الان عوض شد یا از اون گرفته شده، یا دوتا رو میایم یکی میکنیم که این اشتباهه. هر چیزی که مشاهده، یکی از بزرگترین خیانت هایی که به ترکی شد در روال بعد جنگ جهانی که دیکته کردن خودشونو در ترکیه، اومدن همه اینها رو مرج کردن و کا کردن. یعنی ما ق و خ و کا رو همه رو آوردیم که کردیم. خیلی از کلمات ما اینجا دچار سردرگمی شدن و از بین میرن. چرا؟ چون که ما ق و خ 2 صدای متفاوت هستن و کلمات متفاوتی میسازن، پس نمیتونیم اینها رو برج بکنیم و بیایم تمام کلمات رو فقط با کا تلفظ بکنیم. حالا این انسان اولیه که صدای رعد و برق رو شکلته، یا صدای کوبیدن سنگ به هم چک چک چخماخ از اینجا در اومده، اون حالت اولیه سنگ چخماخ، این فعل ها رو شک بعد در صدای شکسته شدن شاخه درخت هم شکلتینان، سنده شق شدن، شاخه از شقه. همین این روال حیات زبانیه که ترکی اومده شکل گرفته در جاهای دیگه با همین محور، با همین زیرساخت اومده رسیده به دری. یعنی ما به کل حیات داریم نگاه میکنیم. انسانی که چند هزار سال پیش شروع به تفکر کرد، شروع به درک محیط پیرامونش کرد، یاد گرفت و این فراگیری ها رو ضبط و ثبت کرد.
رسیدیم به اون جاهایی که دید و نقاشی اونها رو کشید، هیروگلیف ها یا قبل اون اینها رو در تاریخ به این عنوان مطرح کردن، چیزایی که دیده انسان اولی و نقاشی اون رو کشیده و در روال ساخت خط این نقاشی ها هستن که با تغییر یک مقدار فرم اونها اومدن به امروز رسیدن. و در تامگاه های ترک این نقاشی های اولیه رو میبینیم، خورشید رو میبینیم، اخ رو میبینیم، همین اخ، تیر، نشان تیر که بسیار مهم بوده. اول برداشته یه سری سنگ ها رو دیده، این سنگ ها برنده هستن، یه خورده سنگ رو به سنگ زده و لبه های اون دیده داره تیز میشه. یک نوع سنگ داریم که الان هم در جراحی خود همون سنگ استفاده میشه، یعنی به این حد تیزی اون زیاده. وقتی لبه های اون رو میشکنن، بعد این سنگ رو برداشته با یه چیزی پیچونده سر یک چوبی چیزی تیر ساخته شده، تونسته با این زندگیش رو ادامه بده، با این شکار بکنه، با این ماهی بگیره، با این خودش دفاع بکنه. پس این نقش خیلی مهمی داشته، تنها چیزی که باهاش بوده. بعد در سالهای دیگر به عنوان شمشیر، خنجر یا هر چیزی که خودش دفاع میکرده پیش خودش نگه داشته. پس این اولین شکلگیری ابزار که مهمترین ابزار، هم شکم خودش رو سیر میکنه، هم از جون خودش محافظت میکنه در برابر حیوانهای وحشی یا هر خطری که دور و بر اون هست، میاد یک شکل میگیره. پس این خیلی نقش پررنگی داره. توجه به این مسائل در اینکه چطور بریم، از کجا ببینیم، اینکه مثلا خط میخی گفتن، اون چیزی که سومر شروع به شکل دهی اون کرده، میخ یا اخ. ما اینجا فعل اخوماخ رو میبینیم که اخ داره داخلش. حالا این میخ میتونه در زندگی اون بشر اولیه مهم باشه یا اخ، تیر یا میخ. خب قطعا میخ نه اخ قطعا اخ. اصلا میخ رو حالا رسیده به اونجا که بتونه فلز محکم بسازه و میخی بسازه که اون چیزها رو به هم جوینت بکنه، هنوز در دوره مفرق نرسیدیم. میدونید، یعنی این فلزکاری و فلان و اینا ایجاد نشده و اصلا مفهوم میخ در ذهن بشر اون سال، یعنی باید بریم به چشمهای اون بشری که در اون سال داره زندگی میکنه، باید زندگی رو از چشمهای اون ببینیم برای درک قضایا. چرا؟ چون که کلمات مهمترین کلمات مسافران زمانن، کلمات از دل تاریخ اومدن، صادقترین تاریخ شناسا هستند، صادقترین هر چیزی رو، هر علمی رو، صداقت کامل رو باید از کلمات خواست، چون که این کلمات هستند که زندگی میکنن، با ما هستن. میدونی؟ و در این زندگیشون خیلی چیزها رو تجربه کردن، خیلی کهن هستند این کلمات، از دل طبیعت زاده شدن با صداهایی که طبیعت به گوش انسان رسوند، انسانی که قابلیت فکر کردن بهش اضافه شده بود و این قابلیت فکر کردن اونها رو در خودش محفوظ کرد. معنی گرفتند، روح گرفتند. این صداها روح، این کلمات روح دارند. به خاطر همینه ما در روند اتیمولوژی، ریشه یابی، به روح اینها توجه میکنیم و با روح اینها کلمات رو میبینیم و میشناسیم و در آغوش میکشیم. یعنی کلمه اینقدر مهمه. کلمه امروز داره تمام بنیان چند هزار میلیاردی صرف شده برای شستشوی ذهنی، برای قتل عام و نسل کشی ذهنیتی که در ادامه مراحل نسل کشی هست، نسل کشی ذهنی، مانگورد سازی. داریم همه این بنیان رو از هم میپاشیم. چرا؟ چون که کلمات به کمک ما اومدن. کلمات، این مسافرین زمان که همه چیز رو دیدن و دارن برامون تعریف میکنن و هر دروغی در هارمونی اونها رنگ میبازه. هر چقدر خرجش شده باشه، هر بنایی، هر کتیبه‌ای ساخته شده باشه، هر چقدر داستان هری پاتری ساخته باشن، کلمات میان و کل این دروغ ها رو برملا میکنن. وقتی میگیم ملت فارس وجود نداره، بر چه اساسی میگیم؟ به خاطر اینکه نمیتونه 5 کلمه ارائه بده که نشون بده زندگی تمدن سازی داشته به عنوان یک ملت.
یعنی این اشخاص البته که فرهنگ دارن، البته که افکار کهن، نه اینکه هیچی نباشن و همین الان پدیدار، نه، این چیزی که در ذهن اونها گمارده شده یک چیز جدید هست که چیزی نداره. یعنی ما این رو داریم بررسی میکنیم، به هیچ شخصی کاری نداریم. ما این ذهنیت کلونی سازی پارسی رو داریم بررسی میکنیم. کسی که خودش رو پارس دونسته اون یه مشکله، ولی مشکل اساسی اون ذهنیتی که داخل ذهن اون فرو شده، نه خود شخص. خود شخص محترمه، تاریخ کهنی داره. الان شاید دارم به جد این رو میگم، دری زبان ها از طبقات هوشمند جامعه ترک بودند که تونستند نفوذ بکنن، تونستند در دل این زبان که پخش می شده در یک جامعه جدید اون رو به خودشون بگیرن. با اون یعنی بالادستی ها، درباری ها این زبان رو صحبت می کردن و هر کی دری صحبت می کرده از طبقات بالا بوده. این واقعیتیه. الان هزاره ها نشانه هاشون هست، لباس های فاخرشون رو ببینید. هزاره ها از بخشا اقوام هوشمند ترک هستند، یا خود تاجیک ها. رقص ها رو ببینید، این لباس ها رو ببینید. الان امروز همه ما بیشعور شدیم، این یه واقعیتیه. خودمون بی سواد شدیم با یک کمایی که بعد قحطی و جنگ‌های بسیاری که ایجاد شد در منطقه و پاکسازی کردن تمام منابع ما رو، همه چیز رو از بین بردن، ما به بیشعوری رسیدیم. ما خودمون رو نمیشناسیم، نمیدونیم کی هستیم. تازه کما بیرون اومدیم. در واقع الان تازه داریم بیدار میشیم، چشامون رو وا کردیم. من کیم؟ داریم با هم حرف میزنیم. چی شده؟ قضیه چیه؟ اینجا چه اتفاقی افتاده؟ یکی در گوشمون خونده بود که فلان شده، بهمان شو، شما فلانی هستی، فلانی، بهمانی. این داستان ها که وقتی بیدار میشیم و دوروبرمون رو نگاه میکنیم مشغول زد و خورد با دوروبرمون باشیم و نفهمیم کی ما رو در این خواب عمیق فرو برده و کی در این مدت چاپیده وجود ما رو، هر چیزی که ما رو به رفاه میرسونه، به پیشرفت میرسونه. این قضیه الان که داریم بیدار میشیم، قضیه دری رو دیدیم و اینکه این زبان چند کلمه نداره که بتونه خودش رو تایید بکنه، بگی که آقا بله من مثلا مثل قاشق، مثل بشقاب، مثل اجاق، مثل اتاق، مثل سکو، مثل خانه، خان، گان، جان، مثل سارای از سارماک، یه چیزی که پوشاننده هست، بالا سرتو میپوشونه، یا تاج، یا انواع غذاها، قرمه سبزی، قیمه، نمیدونم پیشه، پیده، پیزا، حتی تا اونجا تا ایتالیا هم رفته و هزاران کلمه تمدنی دیگه، سوزن و قیچی و تیشه و بیل و تمام اینها. یعنی در این مراحل این ترکی که داره تمدن سازی میکنه آلبونه bu beltad bel debel bel yad گرفته. Bu süzendi, süzür. Bak bundan toxumaq, دوختن. آفرین، دوختنده اصلا اینجوریه. یعنی فعل دوختن کجا اومد؟ فعل خوردن. خردلا تینه، این تینه، این تانه است، تینه. آفرین، bu da əncidir. Bax bura bu yekə əncidir, ənc. Görürsən? Bu da balaca 3 dənə əncidir. Buna da ənc 3. اینجوری داستان ما این شکلیه. یعنی روند انتقال ساخته شده. آقا بیا اینجا چی نیاز داریم؟ آب نیاز داریم برای که شهر بشه، برای که بنیان شهر ایجاد بشه. خب گانات، گان چیزی که در میان بدن جاریه، بدن، اندام، عین، دام، اندام، عین مجیدیم، عین، دام، یعنی ساختمان عین. یعنی تمام این کلمات با ترکی همه سر جای خودشون میشینن. یعنی تا الان که کسی نیومده بود ریشه کرد. چند تا ریشه یابی بود یا خدا. مثلا سنگ آسمانه که بررسی کردیم، سنگ آبی آسمان
خنده دار، یا مثلا زیرانداز قورباغه، یه چیزای خنده داری که هیچ کجا نمیتونیم این هارمونی رو مشاهده بکنیم. مثلا ما انگ رو که بیرون آوردیم از تامغه‌های قدیم ترکی، آوردیم با اون روحش که ایجاد شده بود، روح اولیه که در شناخت صداها آمده بود از طبیعت، اون روح اولیه جا گرفته و با همین روح زایش شکل گرفته. میگم این کلمات زنده هستن، یک بدن دارن، تن، یک تین دارن. تین گفتیم از بخش نادیده دود هست، توت، دود، توتسه، دود هم از توتسه و دودمان و فلان و مان که اکه بند ازدیاد هست، مبالغه هست، همه اینها از ترکی. ساختار جز این زبان همین ترکیه جاهایی تغییر شده، چک و لقدی شده. چک و لقدی واقعیته. ببین ما باید یک قانون به اسم چک و لقدی بذاریم. یه جاهایی از زبان هست هیچ وقت بررسی نشده، مثلا اشکالی که میبینی این 4 تا کلمه است، این 4 تا کلمه متفاوته، 4 تا مفهوم متفاوت داره. خب مثلا همین ها در آلمانی هم دیده میشه، به وفور استفاده میکنن. این خودش شناسنامه است، مدرکی که اون پشتوانه تاریخی رو، اون اتفاقات تاریخی رو تایید میکنه. وقتی بغل هم میذاریم میگیم بله، به مثل تمام کلمات دیگه، مثل اویاخ، یاخ، واخه در دویچ و ویک در انگلیسی. یعنی روال انتقال کلمات از ترکی به انگلیسی هم همینه، همیشه دویچ اون وسطه. چرا؟ چون ما با انگلوساکسون ها در طی 2 امپراتوری، حالا خود ساکسون ها میتونن بخشایی از ترکان ساکا باشن. خب یعنی ما اینقدر نزدیکی داریم، خیلی کلمات داریم که مشترکن، کلمات اساسی، تمام کلماتی که از سو نشأت میگیرن، سوپ، سویمینگ، سوامپ و چون در این اتفاق امپراتوری هون، امپراتوری آوار 500 سال که خط و تامغه‌های ترک انتقال پیدا کردن، زیرساخت لاتین امروزی رو ساختن. ما اونجا این اتفاق تاریخی میاد پشتوانه کلمات میان صحبت میکنن. من اویاخ، یاخم، burada در دویچ میگم یاخ، واخ، ویک. بعد این مسیر رو که کلمه بهت میگه باز میکنی تاریخ رو، میبینی که اگر همچین چیزی هست بله اینها همپوشانی دارن و تایید میشه. حالا میایم به همپوشانی که مثلا انتظار داریم در این ملت فارس دیده بشه. گفتیم ملت فارس نداریم، چون از اتنولوژی، اتنوموزیکولوژی، اتیمولوژی و تمام این شاخه هایی که یک ملت رو بررسی میکنن نگاه کردیم به موضوع و ندیدیم این فارس رو. آقا گفتیم یه موزیک فولکلور 100 ساله بده، اگه زندگی داشته بیا در تاریخ نشون بده، مثلا در دوره کریم خان کجا بودی، چی کار کردی. خب اینها رو که وقتی که میخوایم ازشون درگیر میشن، چیزی نمیتونن بگن. وقتی میگیم آقا در هند انگلیس اومد این زبان رو از بین برد و اینجا همزمان برش تاریخ سازیم که اینو توضیح بده، توضیح نمیخوام بدن، تفره میرن. وقتی میگیم آقا زبان پهلوی که گفتم واسه پارتیا بوده، پارتیا هم که اشکانیا هستن، چطوری میشه که این اشکانیان ترک یه زبان دیگه داشته باشن و هر چی که تو کلمه ارائه میدی همه ریشای ترکی داره؟ وقتی ریشه شناسیم چیزی نمیگن، میگن برای خود منابعشون نوشته پارسوا در همون کتیبه هایی که دارن که اونم شمال شرقه. پس شمال شرقه شاید همین اون دوره‌ایه که زبان دوم رو خود ترک‌ها ساختن، اصلا به این ور که ربطی نداره. ساسانی که این ور در حیطه سوریانی هاست، سوریانی که میایم در مراسم جاری امروز در یلداش میبینیم. چرا؟ چون حیات داشته سوریانی، یک امپراتوری، و این نشونه ها داره اون رو نشون میده. اگر یلدای سوریانی امروز در جامعه ما هست، سر زبون ما هست، به خاطر اینکه این یک حیاتی داشته در گذشته و این حیات رو تا الان کسی نشون نداده بود. چرا؟ چون اگر
نشون میداد که ساسانی سوریانی و ترک بود، که نشونه های اون مثل یلدا و تیله و فلان مونده داریم میبینیم، که افکار شمنی و سامانی هم در داخل اون داریم میبینیم، چون نماد سوریانی ها نماد خورشیده که قبل اون از آشوری ها و قبل اون از شمن اخذ کردن. نماد تنگری در بیس میاد وارد اینها میشه، نمادی که روی دفع شامان هست. این ترکیب دو نماد خورشید و ماهه، جونای، و این بعد تقسیم شده. حالا خورشیدش رفته در مسیحیت و ماهش اومده در اسلامیت، ولی بیس شامانیسمه. چیزی که از بین النهرین خارج شده، تمام ریشه ها، تمام کلمات، تمام تفکر اینه. حالا این چون تأثیر ترک بود، ساخت همون ترکی که برگرده 40,000 سال پیش، همون جایی که شروع به شنیدن کرد و آواهای طبیعت به اون زبان آموخت، چیزهایی که دید به اون خط آموخت. چیزهایی که دیدیم، چیزهایی که شنیدیم، تماما معلم طبیعت نوره. خورشید و ماه رو اومدن پرستیدن یه مدت، احمق‌ها، چون نفهمیدن اون روح قضیه، این روشنایی قضیه مهمه، نه حامل اونها. منی که اینجا دارم این حرفا رو میزنم مهم نیستم، یک انتقال هست. و این جریان رو با emotional intelligence میان بررسی میکنن و میگن که تمام پیغمبران ایموشنال اینتلیجنت خیلی بالایی داشتن و این بالاترین رو حضرت محمد داشت. ایموشنال اینتلیجنت یعنی از لحاظ احساسی، هوش احساسی، اگر بخوایم نزدیک تعریف بکنیم، هوش احساسی بسیار بالایی داشت. هوش احساسی تفکر قلبیه، با قلبت دنیا رو ببینی و انقدر در اون عمیق بشی که بتونی تشخیص بدی، بتونی صداش رو بشنوی. ایموشنال اینتلیجنت یه همچین چیزیه. و پیغمبران این داستانهایی که سرهم شده، فلانی اومد، فلانی مثلا نشست صحبت کرد، اینها همه یک تصویرسازی از اتفاقه، چون اتفاق رو که نمیشه گفت، اتفاق رو که نمیشه باز کرد. اون عامه چند هزار سال پیش که نمیتونن بفهمن اصلا این موضوع چیه. در روانشناسی خود شخص نمیدونه داستان چه اتفاقی، خود شخص یک تصویرسازی هایی داره، ولی اتفاقی که براش افتاده امروزه با مثلا روند علم روانشناسی که غزالی شروع شد، بنیان روانشناسی رو غزالی گذاشت و بعد یونگ مثلا اومده مطرح شده در مورد خیلی از نظریه‌ها، سینکرونیسیتی و اینها اومدن حالا یک بخشیشو دارن نشون میدن، ولی باز این هوش احساسی به خاطر همینه با قلبت باید زندگی رو ببینی. اونه که میفهمه، روحت خیلی بهتر، خیلی بیشتر میفهمه. و عشق چراغیه که روحت رو به سمتی هدایت میکنه. تو رو که در بدنی هستی، تن، تین گفتیم قسمت دیده نشدنی دود توتسه و تن فیزیکیش، تن و تین باز از ترکی. انسان چند هزار سال پیش شروع به فهم کرد، دید حیات رو، طبیعت رو و صداهایی شنید، از طریق شنیداری کلماتی بهش رسید، تقلید کرد، شادوینگ کرد، اونها رو یاد گرفت، چیزهایی رو دید، اونها رو نقش کرد، در نقش کردن اونها خلاقیت حتی به کار برد، به شکل داستانی در اومد. مثلا گوزنهای چیزهایی که در اروپا پیدا کردن از غارهای اروپا خیلی قشنگ از لحاظ هنری زیباست، ولی مناطق ترکی میاد یه حالت سورئال بهش میده.
هنر ساکایی، مثلا شاخهای گوزن رو میبینیم در هم پیچ خورده و یه حالت موج گرفته. این شاخهای گوزن موجها هستن. این یه تفکری رو داره میرسونه. این شاید مثلا این سنگ نوشته گوبا در مراحل اولی وقتی اونا رو میبینیم به نظر خنده‌دار میاد، ولی این شیوه هنری که بعدها مثلا همین 200 سال پیش اینا نامگذاری برای خودشون میگن سورئال گفته، مثلا خارج از واقعیت، در همون زمان جاری بوده. اگه ما برگردیم اون هنرها رو دسته‌بندی بکنیم میبینیم که اونجا بهش رسیدن. چرا؟ چون قبلا ایموشنال اینتلیجنت داشتن گوش میدادن به طبیعت، نه اینکه خودشون رو برتر بدونن. ولی روش زندگی جدید خودش رو بالاتر از همه چیز میدونه. این اشرف مخلوقات ذهنیتش بر اون فائق اومده و فکر میکنه که این یعنی صاحب همه چیز و همه بهتر میفهمه، همه بیشتر میفهمه. نارسیسم، دوگمیزم، همه اومدن. الان این انسان امروز داره تخریب میکنه همه چیز رو. ببین از اشتباهات بزرگ داره شکر میده به زنبور. این زنبور نسل به نسل ضعیفتر میشه و یه جایی از بین میره و از بین رفتن اون یعنی از بین رفتن حیات در کل سیاره. داره تخم درخت ها و میوه ها رو ژنتیکی از بین میبره. اون درخت دیگه تمایلی به حیات نداره، چون فرتیلیتی، چون که اون بارداری رو دیگه حس نمیکنه، برای اینکه حیات رو ازش گرفتی، برای اینکه اون تخم ها رو وقتی دستکاریش کردی و میوه بدون هسته نخورید. این میوه ها ناامیدی دارند. ببین نکته خیلی مهمی رو دارم بهتون میگم. این میوه ها که تغییرات داخلشون داده شده بر اساس این انسان احمقی که دست تو همه چیز داره میبره، ناامیدی در دل خودشون دارن. شما اگر به فکر بچه دار شدن نیستی، نمیتونی مفید باشی برای این حیات، چون دیگه امیدی نداری، چون دیگه فقط دیگه به فکر خودتی. می‌دونی چی میگم؟ پس امید رو همه جا باید زنده نگه داشت، در همه دیتیل. از زبان که زندگی هست، در تمام زندگی جاریه. همه چیز رو میبینیم و بالا میایم تا حقیقت، تا این مسافرین زمان در مورد همه چیز با ما صحبت بکنند و زندگی رو به ما یاد بدند و هر چیزی که تجربه کردیم، هر چیزی که دیدیم رو دوباره در ذهنمون، در گوشهامون بازگو بکنن. این جلسه هم از امروز فکر میکنم یه چیزهایی گفته شد، kafir برای imruz. Cana da devam edeceğiz. Bu bizim yolumuzdur. Kurtuluş anlayıştan geçir. Var olun, yaşayın. Esen kalın.